حاجت از که باید خواست؟ حاجت روا و مشکل گشا الله متعال است، پس باید فقط و فقط از او حاجات خود را خواست. الله متعال می فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت دعای من سرکشی می کنند به زودی خار و سرفکنده وارد دوزخ خواهند شد. و می فرماید: و چون بندگانم از تو درباره من میپرسند بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرد و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصیت خیش به پسرعمویشان عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاه درخواست و نیازی داری از الله بخواه و هرگاه یاری و کمک خواستی از الله یاری و کمک بخواه. اما آخوندهای رافضی برخلاف فرامین الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم معتقدند که حتی ائمه وقتی چیزی می‌خواستند به در خانه مادرشان فاطمه رضی الله عنها می‌رفتند. به کلیپ این آخوند توجه نمایید. ائمه هر وقت از خدا چیزی می‌خواستند در خونه مادرشون زهرا می‌رفتند. شناختی که ما از امامان اهل بیت داریم این است که آنها اهل توحید بودند و در مشکلات و گرفتاری‌ها جز به الله متعال به کسی دیگری متوسل نمی شدند. چنانکه در نهج البلاغه خطبه 109 روایت شده است که امام علی رضی الله عنه فرمودند: ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه الایمان به و برسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة وإقام الصلاة فإنها الملة وإيتاء الزكاة فإنها فريدة واجبة وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب وحج البيت واعتماره وصلة الرحم وصدقة السر وصدقة العلانية وصناعة المعروف. برترین وسیله تقرب به سوی الله بی آلایش و برتر برای متوسلین ایمان به او و رسولش، جهاد در راهش، برپا داشتن نماز، دادن زکات، روزه ماه رمضان، حج و عمره خانه الله، صله رحم، صدقه دادن به صورت پنهان، صدقه دادن به صورت آشکار و انجام دیگر کارهای نیک و شایسته است. و در صحیفه سجادیه دعای شماره 20 روایت شده که امام زین العابدین فرمودند: اللهم اجعلني اسألك عند الحاجة واتضرع اليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك اذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت ولا بالتضرع الى من دونك اذا رهبت فاستحق بذلك خذلانك ومنعك واعراضك. بار الها چنان کن که به هنگام نیاز از تو یاری بجویم و به هنگام نیازمندی به درگاه تو تضرع و زاری کنم و مرا میازمای و به چنان وضعی مبتلا مکن که به هنگام مشکلات و در تنگنا افتادن از کسی جز تو یاری بجویم.
و به هنگام بینوایی به پیشگاه کسی جز تو خاضع شوم و به هنگام ترس در برابر کسی جز تو تضرع کنم و بدین وسیله مستحق خواری و محرومیت و روی برتافتنت گردم.